من دور دراز تحصیل در مکتب، تحصیل در دانشگاه، تحصیل در اسپرانتور، بعد کار علمی و غیره ها رو پیشه گرفتم و خدمتی که برای آنها میکردم اجرا کرده نتوانستم. رنجاندن شاید خیلی زیاد رنجانده باشم. حساب میکنم که خیلی زیاد عملها شاید سبب آشفته حالی آنها شده باشد. باره وقتی که به مادرم زنگ زدم پرسیدم شما چی کار کرده شدید؟ اون کس گفتن که تو بطاقه خودم شدیم. همه پرانچک شده برآمده رفتی. برای همین راحت رو پایده شدیم که کی می بیایی. با من همسایه ها برادران در دهات بودم نقل میکردن که هرگاهی که شما می اومدگی شود مادرم 3 روز گرد و اطراف حوله رو روبچین میکنن و هر بگو کرپچه و گلیم بهترین شون رو برآورده برای کت پرتافته منتظر شما میشدن. من خیلی از مادرم رو چشم انتظار کردن هم امروز افسوس میخورم. و دیگر نیازی اون کس رو برای قانع کردن امکانیت ندارم چون اون کس نیستم. سراغ مادر فقط چیز خریده دادن، تحفه به حساب دادن نه. هر زمان با آغوش گرفته به گوششان بگویند که مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. اگر مادرم زنده می بودن چند مرتبه خواهند من اون کس رو به زیارت حج می فرستاندم. من میدونم که دیگرها هم مثل من پزمان مادر خود هستند.